مراد ویسی همکارم از واشنگتن و مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا به ما پیوستن. با آقای نخل احمدی شروع می‌کنم. به نظرتون چه هست دلیل و زمان این حمله آقای نخل احمدی؟ سلام علیکم. در رابطه با شب گذشته افتاد چند مسئله باید در نظر بگیریم. اولا که جیش العدل بخشی از فعالیت‌هایی که انجام میده در ایران هست و در طول چند تقریبا سال گذشته از سال 99 که تقریبا 91 که تشکیل شد، خب حوزه فعالیت زیادی داشته، مخصوصا در سوریه و جاهای مختلف. شرایطی که الان در ایران و شاید یک مقداری با یک ضریب بیشتر در سیستان و بلوچستان هست، وضعیتی هست که شاید گروه‌های مثل جیش العدل اینها این امیدواری رو دارن که در صورتی که فاز اعتراضات رو کمی سنگین‌تر بکنن، به حوزه مسلحانه وارد بشن، شاید افکار عمومی در این استان به دلیل اون ناگواری‌های تاریخی که در این استان وجود داره و همچنان هم می‌بینیم جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه بر این استمرار این سیاست‌ها، شاید خب به هر حال یک همراهی‌های انجام بشه. اما از یک طرف دیگه ما شاهد این هستیم که در جمعه‌ها بعد از نماز جمعه مردم همچنان با همان رویه مطالبه‌گری مدنی خودشون همراه با شعار یا سکوت در واقع اعتراضاتشون رو ادامه میدن و نهایتاً چنین در واقع رفتارهایی در دراز مدت صدمه اون بیشتر به شهروندان در داخل خود استان و کشور خواهد. آقای ویسی، چرا فکر میکنید که بعد از این همه مدت علیرغم اینکه رهبر پیشین این گروه رو هم بازداشت کردن و اعدام کردن همچنان تونستن به بقاشون ادامه بدن؟ دلیلش فضای استان هست، فضایی که اونها فکر میکنن در این نارضایتی میتونن مثلا از طریق مبارزه مسلحانه کاری بکنن. در استان سیستان و بلوچستان 3 تا بازیگر اصلی وجود داره. یکی طیف مولوی عبدالحمید که از حمایت عمومی برخورداره، یکی سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی حکومت، یکی هم جیش العدل. جمهوری اسلامی دوست داره که معادله بین سپاه پاسداران و جیش العدل باشه، نه بین حکومت و مولوی عبدالحمید، چون مولوی عبدالحمید در مدتی که اعتراضات در سیستان و بلوچستان بوده، ضمن اینی که با صراحت و رک و زبان باز از حکومت انتقاد کرده، حتی از رهبری، ولی از اون طرف توجه داشته که امنیت استان حفظ بشه، مردم به سختی نیفتن و بحث امنیت مردم زیر سوال نره. حکومت برعکس در بیش از 1 سال گذشته که از قیام و خیزش مهسا زن زندگی آزادی گذشته، تمام تلاشش این بوده که استان رو امنیتی تر کنه. غیر از فشارهایی که بر طیف مولوی عبدالحمید آوردن و اطرافیانشون رو بازداشت کردن، شما ببینید مناصب کلیدی استان رو در اختیار سپاه قرار دادن. در اونجا قرارگاه قدس بود که فرماندهش هست، استان زیر نظر قرارگاه قدسه. بعد اومدن استاندار رو هم فرمانده پیشین قرارگاه قدس یعنی محمد کرمی قرار دادن. یعنی الان 2 تا سردار سپاه استان رو اداره میکنن به عنوان استاندار و فرمانده قرارگاه قدس، یعنی 2 تا قدرت اصلی. خب این فضا رو امنیتی تر میکنه و یک گروهی مثل جیش العدل فکر میکنه که در این فضا میتونه چنین کاری بکنه. همونطور که مولوی عبدالحمید گفت، باعث نگرانی، باعث تأسفه که حمله میشه. مثلا اونجا خیلی هاشون هم سرباز وظیفه‌ان و به نظرم حرکت عمومی مردم در سیستان و بلوچستان همون حرکت عمومیه که مولوی عبدالحمید ادارهش میکنه. به این معنا نیست که همه مردم سیستان و بلوچستان مثل مولوی عبدالحمید فکر میکنن، ولی بالاخره مولوی عبدالحمید بیشترین حمایت رو در سطح سیستان و بلوچستان از خودش جلب کرده. آقای نخل احمدی، فقط جمهوری اسلامی نیست، حتی ایالات متحده آمریکا هم وزارت خارجه جیش العدل و یا همون گروهی که قبلا جندالله بوده رو سازمانی تروریستی میدونه. چقدر اقبالی اصلا هست برای اونها در منطقه؟ ببینید خب به هر حال به نظر در تمام جوامع وقتی که شما تمام راه‌های مطالبه‌گری یا اعتراضات مدنی
بسته میشه ناخودآگاه افکار عمومی به شکلی به سمت خشونت یا راه‌حل‌های خشن‌تر روی میارن. این که خب حالا جندالله از طرف جمهوری اسلامی آمریکا و چند دیگه یا چند کشور دیگه تروریستی هستن، الزاماً در معادلات آنچه که در سیستان و بلوچستان و در واقع اون پیشینه محرومیت و تبعیضی که برای اون مردم حاکم شده در واقع شاید خیلی با هم دیگه منطبق نباشن. یعنی 72 قضاوت این نیست که حالا مثلا چون یک گروه تروریستی هست یا نامیده شده است الزاماً باید اون رو محکوم یا محکوم نکنن. هرچند که به هر حال در عرض کردم در دراز مدت چون این رفتارهای همونطور که جناب آقای ویسی گفتن چون این رفتارهای وقتی که زمین بازی به در واقع درگیری مسلحانه کشیده میشه قطعاً حاکمیت با امکانات و با اشرافی که داره میتونه به راحتی پیروز این میدان بشه. و در گذشته ما شاهد این بودیم که در چنین بزنگاه‌های جمهوری اسلامی هم شدت سرکوب خودش رو افزایش داده. مثلا فرض کن سال 92 این جیش العدل آمد یک حرکت تقریبا میشه گفت کوچیکی انجام داد و متواری شد. بلافاصله بعد 16 نفر از فعالین اهل سنت رو در زاهدان اعدام کردن به این عنوان که اینها عضو جیش العدل بودن که بعداً که پرونده اینها در آمد اینها هیچ گونه وابستگی به جیش العدل نداشتن. چون این مسائل میتونه تکرار بشه. به علاوه این که یاد با تاکید بر این که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی چون در یک نقطه ضعف اقتدار و امنیت قرار داره، یعنی ما به هر حال در حماس رو میبینیم از اون طرف که جمهوری اسلامی منفعل هست، طالبان از این طرف، به هر حال در جنوب و در شمال هم ما میبینیم جمهوری اسلامی آنقدر نتونسته روابط یا در واقع اقتدار خودش رو حفظ بکنه. چون این حرکت هایی میتونه جمهوری اسلامی بسیار ضربه پذیر بکنه در بدنه حامی خودش و در واقع اون اقتدار رو شکننده بکنه. به خاطر همین هم هست که جمهوری اسلامی به نظرم چه عاملان این مسئله رو بتونه دستگیر بکنه چه نکنه به هر حال کسانی رو پیدا خواهد کرد، اینها رو احتمالاً بازجویی خواهند کرد، اعتراف اجباری خواهند گرفت، جلوی دوربین خواهند نشون و در نهایت اونها رو مجازات خواهد کرد برای اینکه بدونه یا در واقع این رو القا بکنه که در مدیریت دستش هست و همچنان میتونه اون اقتداری که مدعی هست رو در کشور حفظ کنه. مراد به گمانت چرا روشن و عیان محکوم نمیکنه و فقط خیلی کلی میگه که ناراحت هستیم بعد امنیت منطقه حفظ بشه؟ چرا در تردید میکنه در اینکه رسما بخواد محکوم کنه چنین حمله‌ای رو؟ ببینید مولوی عبدالحمید در نقطه ایستاده که به اکثریت مردم سیستان و بلوچستان نزدیک باشه، نه به حاکمیت و نه به گروه جیش العدل. حاکمیت دنبال اینه که یک نقطه ضعفی از مولوی عبدالحمید بگیره، مثلا اون بیاد حمایت بکنه از این حمله تروریستی و بعد اون رو تحت فشار قرار بده. از اون طرف هم مولوی عبدالحمید میدونه که در مردم سیستان و بلوچستان بالاخره نارضایتی هایی از حکومت وجود داره. بنابراین مولوی عبدالحمید میاد موضع خودش رو میگیره، صدای انتقاد از حکومت رو بلند میکنه. از اون طرف گروه جیش العدل رو تایید نمیکنه. اون بازی رو که هر دو طرف میخوان، یعنی جیش العدل و حکومت، مولوی عبدالحمید اون بازی رو انجام نمیده و به نظر من هم در شرایطی که الان در سیستان و بلوچستان هست حکومت همیشه دنبال این بوده که مولوی عبدالحمید رو به سمت یک گوشه‌ای برونه که اون رو از حالت اعتدال خارج بکنه، آسیب پذیرش بکنه، در یک نقطه‌ای قرار بده که آسیب پذیر باشه، بعد اونجا بره باهاش برخورد شدید بکنه. و مولوی عبدالحمید هم این رو میدونه که حکومت منتظر هست که اون رو به یک گوشه‌ای برونه و باهاش برخورد بکنه. مولوی عبدالحمید نه بازی جیش العدل رو میکنه نه بازی حکومت جمهوری اسلامی رو. بنابراین از موضع‌گیریاش به نظرم هیچ کدوم خوشایندشون نخواهد بود. نه جیش العدل از موضع عبدالحمید خوشحاله و نه حکومت.